چگونگی ماهیت انسان. خوشحال زندگی کردن و لذت بردن از زندگی رابطه بسیار تنگاتنگ با خلق و خوی انسانها دارد. آنچه هویت ما و تمام موجودات زنده را می سازد ژن‌های متفاوتی است که سازنده شکل ظاهری و خصوصیات درونی آنهاست و باعث تنوع در خلقت است. در ضمن این خصوصیات تابع محیط اطراف خود نیز می باشند که همان تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش است. هر انسانی مجموعه است از خصوصیات مثبت که نشانگر خوبی هاست و خصوصیات منفی که نمایانگر بدی ها و نقاط ضعف در انسان هاست و مجموعه آنها خلق و خوی ما را می سازد و نشانگر هویت ماست. این تضاد که در تمام کائنات و موجودات زنده وجود دارد جزئی از راز خلقت و لازمه آن است. خوبی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل چرخ از تو 1000 بار بیچاره تر است. قدرت و ضعف هر یک از این خصوصیات در انسان می تواند از او یک نابغه یا یک جنایتکار، انسانی خوشحال یا افسرده و مایوس، تندخو یا مهربان، جنگ طلب یا طالب صلح و دوستی، دانا و منطقی و متین یا بی منطق و احساساتی و غیره بسازد. به هر حال خوب یا بد واقعیت چگونگی انسان و حقیقت جهان هستی است و ما ناچاریم آن را بپذیریم. در طول تاریخ برای نشان دادن این تضاد در انسان داستان‌های زیبا و شیرین با زبانی ساده بسیار گفته شده و شنیده ایم. به یاد دارم در کودکی مادرم همیشه می گفت در روی شانه های ما 2 فرشته وجود دارد که همیشه مواظب ما می باشند و کارهای خوب و بد ما را می بینند و در دفتری می نویسند و حفظ می کنند. و یا ما همزادی داریم که همیشه باعث دردسر می شود و می خواهد ما کار بد کنیم و دیگران ما را دوست نداشته باشند و هرگاه کار بدی از من سر می زد می گفت تقصیر همزاد توست وگرنه من می دانم تو بچه خوبی هستی. خصوصیتی که باعث تعادل در انسان می شود وجدان نامیده می شود. وجدان هر اندازه قدرتمندتر باشد خصوصیات خوب رشد بیشتری می کنند و باعث تکامل می شوند. ایمان مجموعه خوبی هاست که در نهاد ماست. هر چه قوی تر باشد راه ما روشن‌تر است و ما قادر می شویم نادیده ها را بهتر احساس کنیم و ببینیم و به دنبال واقعیت ها و حقیقت آفرینش و فلسفه زندگی باشیم و جویای علم و دانش و دانستنی های جهان هستی. همچنین خلاقیت و ابتکار و اراده که نشان برتری انسان بر حیوانات است در ما قوی تر می شود. یکی دیگر از خصوصیات خوب در انسانها مثبت نگری است که هر اندازه قوی تر باشد شخص زندگی را زیباتر و بهتر می بیند و عشق به زندگی در او 100 چندان می شود و عشق به زیبایی ها در او خلاقیت و هنر می آفریند. ولی تمام این خصوصیات خوب یابد در مقابل محیط و تربیت انعطاف پذیر است. به همین دلیل می گویند ناپلئون معتقد بود مادر با یک دست گهواره فرزندش را تکان می دهد و با دست دیگر جهان را و یا بهشت زیر پای مادران است، زیرا مادر اولین آموزگار در زندگی انسان است. اما بزرگترین استاد جهان مادر گیتی و طبیعت است که به ما آموزش می دهد. به همین دلیل می بینیم بسیاری از بزرگان که نامشان جاودانه است در زندگی از امکانات کمی برخوردار بودند
حتی از طبیعی ترین نعمتها که دامان پرمهر و محبت مادر است محروم بودند. خلق و خوی ما تا حدود زیادی سرنوشت ما را رقم می‌زند. وظیفه پدر و مادر و آموزش و پرورش برای شکوفا شدن یک اجتماع بسیار قابل توجه است. آنها هستند که می توانند مشوق خصوصیات خوب در کودکان باشند و چون چراغی راهنمای زندگی آنها شوند و کمک کنند تا ژن‌های خوب بر بد غلبه کند و پایه‌گذار یک زندگی خوب برای فرزندانشان و سازنده یک اجتماع مترقی و پیشرفته شوند.